این هفته خبر تو خبر داره براتون از دلشوره‌های عظما و نظامی که داره روز به روز فشلتر میشه. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند مسئولان باید جریان عظیم نیروی انقلاب را که خوشبختانه در بین جوانان جریان دارد تقویت کنند و به گونه‌ای عمل نکنند که جریان انقلابی تضعیف و جریان مقابل آن در محیط‌های فرهنگی، دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود. تقویت جریان آخوندی اونم تو این اوضاع و احوال یک کاری شبیه این میمونه، یعنی هیچ دردی از خامنه دوا نمیکنه. از اون طرف نوچه‌هایی مثل این خرچنگ ولایت هم به صحنه اومدن تا همین روزه عظما رو به شکل دیگه‌ای رله کنن. متدینین را نرانید، تندرو به اینها نگید، افراطی به اینها نگید. روز حادثه اینا به کار میان. البته روز حادثه هم که برسه از این جماعت شوت هیچ کاری بر نمیاد، یعنی جاش به جای که شوت کنن شوت میشن. تو این برنامه هم رفتن یه گزارش خیابونی گرفتن تا ببینن تو روز حادثه کی حاضره بره تو سوریه برای دفاع از اسد، که با این پاسخ‌ها مواجه شدن. مدافع حرم میشی بری سوریه به جنگی؟ بحث سیاسی نمی‌کنی. سیاسی نیست. مدافع حرم وقتی یه چیزی توش مردن نباشه نه واسش بریم بجنگ. من نه. چرا؟ چون من خیلی وابستم به خانواده‌ام. به هیچ عنوان نمی‌تونم. کجا برم؟ سوریه بری جنگ. من با این سن و سال نه. اما مشکلاتمون زیاده نمیتونیم بدیم. چه مشکلی داری؟ مشکل کاری، پولی. بله، کفگیر نظام بد جوری به ته دیگ خورده. الان دیگه قاسم سلیمانی برای جنگ سوریه باید بره از این خروس هندیا بخره. حالا همه این اتفاقات در حالی داره رخ میده که در شرایط موجود درد فضای مجازی هم به همه دردهای عظما اضافه شده. در شرایط موجود فضای مجازی اسب تراوایی شده که دیگه پشت دروازه های شهر اونجا مستقر نیست. در شرایط موجود این اسب تراوا در وسط میدان شهره و بعضا در وسط خونه ماها نشسته و متاسفانه امکان آتش زدنش هم نیست. ترس از فضای مجازی طوری به دل آخونده افتاده که حتی طاقتش دیدن و شنیدن اسمش رو هم ندارن. همه اون چیزایی که تا حالا گفتیم مصیبت‌های داخلی عظما بود. حالا همه اینها یه طرف، کفگرگی‌های بین‌المللی هم یه طرف. نماینده امریکا در سازمان ملل بار دیگر ایران را به نقض برجام متهم کرد. نیکی هیلی مدعی شد ایران با آزمایش‌های موشکی حمایت از تروریسم در حال نقض برجام است. سفیر امریکا در سازمان ملل همچنین توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق تاریخ امریکا برشمرد و گفت نمیتوان به ایران اجازه داد از توافق هسته‌ای برای گروگان گرفتن جهان استفاده کند. وضعیت عظما تو مخمصه‌های داخلی و بین‌المللی یه همچین وضعیتیه، یعنی از در و دیوار براش میاد. تو هفته‌ای که گذشت کابینه امنیتی شیخ فری هم رأی اعتماد گرفت. این حاج آقا فندقی هم تبانی عظما و شیخ فری برای چینش کابینه رو اینجوری گزارش کرد:
مقام معظم رهبری در حمایت از دولت جدید از کلمه دانشمند محترم از دکتر روحانی یاد کردند که نشان دهنده درایت و تدبیر رئیس جمهور محترم و اعتماد معظم الله به انتخاب و تدبیر ایشان و همچنین انتخاب وزرای همکار ایشان در اداره امور کشور است. اینم بازارگرمی شیخ فری تو بازار مکاره مجلس آخوندی برای فروش وزرای بنجلش. برخی از وزرای ما اسامیشون در دنیا برند جذاب هست. دکتر ظریف امروز در دنیای سیاست یک چهره جذاب برای همه است. همه افتخار میکنن با آقای ظریف میشینن صحبت کنن، حالا وزیر خارجه هر کجا میخواد باشه. خب این مهمه برای ما. این قمپوزای شیخ فری آدم رو یاد این صحنه میندازه. خودتون بدون شرح ببینید. این برند برجام در رفته شیخ فری اخیراً یه سوتی اساسی هم داده بود که مجبور شد اینجوری ماسمالیش کنه. بنده با آقای عادل الجبر که سالهاست همدیگر رو میشناسیم و با هم سلام علیک داریم برخورد کردیم، مجددا سلام علیک کردیم. به هر حال جمهوری اسلامی گرچه با بسیاری از سیاست‌های دولت عربستان سعودی مخالفت داره، اما سیاست ما همواره بر این بوده که باید ما با همسایگانمون رابطه خوب داشته باشیم. البته حرفایی که وزیر خارجه عربستان تو همون جلسه علیه نظام ولایت زد نشون داد که جواد ظریف برخلاف نظر رئیسش دنبال موسموس بوده ولی کنف شده. جدیدترین دسته گلی که تو مجلس آخوندها به آب داده شد گلابی خوری مشنگی به نام قاضیپور در مجلس بود که حتی سوژه تمسخر رسانه‌های آخوندی هم شد. آقای دکتر پشت خطن، ممنونم. آقای دکتر خواص گلابی رو میخواستم اگر خلاصه من بگید که من بدونم چقدر مهم بوده که ایشون رفتن و با گلابی برگشتن و همونجا فی المجلس میل کردن. نوش جانشون. هم ویتامین ای داره، هم سی که برای پوست خوبه، ملین هم هست، یعنی آرام بخشه، میتونی کار بکنه نماینده آرومتر صحبت کن. اون خیلی عالی. ممنون آقای دکتر، تشکر، ممنونم، سپاسم. بله، یکی از دکترای علم تغذیه گفتن حتی دونه هایی هم که زیر دندون میاد توی گلابی هست، اینها میتونه مواد زائد بدن رو خارج کنه. در این ایام داغ آفتابی دلم خواهد 7-8 تا گلابی. من یه چند تاشم موند که من با خودم آوردم، به هر حال گفتم به هر حال اینجا تخص کنیم بین دوستان. حالا ما تکخوری نمی کنیم، معمولا با دوستا، تصویربردارا و اتاق فرمان اینا رو میذارم اینجا، بعد برنامه تقسیم میکنیم. آقای قاضی پور حتما ارادت داریم با یکی از خبرگزاری ها فردا پس فردا یک گفتگویی بکنید، شفاف سازی کنید که این گلابی ها ماجرا چی بود، اصلا از کجا برداشتید و آوردید. ما دلواپس و نگران هستیم. ما این کار را کردیم تا رئیس جمهور وزیر محترم ساعت بدوند، واردات میوه خارجه قطع کند، به داد کشاورزان ایران برسد. این کار عمدن کردیم، میدونستیم اونجا فضول است، فضولا عکس میاندازن. اگر آشکار میخوردیم نه، این کار کردیم ملت بدوند. نمایندگان فقط به فکر مردم کشاورزان کارگران هستند، چنان که از برنج و چای گیلان هم تا امروز دفاع کردیم. اینطور که پیداست اینا برنامه جمعی دارن که به هر بهانه‌ای کل نظام رو مضحکه کنن. شهردار لوله‌کش تهران هم بعد از سالها به چاپ با این ویدئوی مسخره بار و بندیلش رو بست و رفت. خدا خودش میدونه که من در این مدت 12 سال
وقت لازم و کافی و تلاش لازم و کافی، یعنی این که میگم نادر روزهایی پیدا شد که من از قبل از اذان صبح وارد محیط کار نشم تا پاسی از شب و سعی کردم خدمت رو به همه مردم عزیزمون همینطور که توضیح دادم یک نواخت انجام بدم. بله اینطوری بود که خالی باف پرتاب شد تو حلقه تشخیص مصلحت نظام و رفت سر کار. اونم چه سر کاری. این شما و این هم آیت الله هواشناس. اگر هوا کثیفه دقیقاً به دلیل است که ما به دین عمل نکردیم. وقتی یه آخوند هواشناس میشه خب یکی دیگه شون هم پیدا میشه که شانسش رو تو پزشکی امتحان میکنه. درمان سیاتیک 2 تا درمان داریم. در روایات ما 2 تا درمان داریم. یک درمان خیلی سهل و آسان و بسیار مؤثر و اون این است که ناخن‌های دست و پا را بگیرند و ناخنگیر یعنی 20 تا ناخن بگیرند و روی ران پایی که درد میکنه ببندند. حالا با یک شالی یا با چسبی اینا ببندند به مدت 2 روز الی 3 روز. کدوم ناحیه پا هم باشه فرق در ران پا ببین جایی که رگ سیاتیک میاد. درسته. همون جایی که رگ سیاتیک میاد اونجا ناخن‌ها را جمع کنند و چسبی از این چسب‌های پهن روش بذارند بچسبونند. 1-2 روز الی 3 روز بمونه. همون ساعت اول درد کمر و درد پا برطرف میشه. حالا یه سری به استادشون بزنیم تا معلوم بشه این جماعت تخصصاشون رو از کجا آوردن. آیت الله بهجت 2-3 سال پیش مشهد خدمتشون در گوششون گفتم که آقای مسئله میخوام بپرسم. من بعضی این بچه‌های مردمو میدم ببینم به درد طلبگی میخورن، یه پاشون میشینم گولشون میزنم طلبهشون میکنم، پدرشون راضی نی. این اشکال شرعی نداره من بچه‌ها مردمو گول میزنم طلبه میکنم؟ لبخندی زدن فرمودن بعضی گول زدن‌ها واجب است. باز هم اقتصاد مقاومتی و باز هم چشمه‌های جدیدی از خودکفایی. شروع کرد. چش که اینجوری همه این کار خدای ایران خودرو هم برادران ایران خودرو ماشین پلاک نشده هنوز. از فرمون در رفته ایران خودرو که بگذریم میرسیم به ایربگ انفجاری سایپا. در پایان توجه شما رو به یه صداگذاری جالب جلب میکنیم که از هنرنمایی های هموطنان خوش‌ذوق به حساب میاد. میزنم به خدا میزنم، نه جلو میزنم چیزه با دست با من صحبت نکن، دستتو میندازم قرم دنگ. خودش به من پا داد، من بعدش فهمیدم هش باز نکن دیگه، فرق دست و پاشم نمیدونستم. بهش گفتم برو میزنم نکن، اونم مثل تو مقاومت میکرد، ولی خدایی ماهی‌ها رو من خوردم. آره من خوردم، نکن تیزه اصلا خوردم که خوردم، به چنگم که خوردم. برو تا 2 کوت پاد وا نکردم نالوتی. من اول خر بودم بعد چنگ در آوردم، چنگامو بندازم فرشم میزنم.